توی این ویدیو میخوام پروژه‌ای که بیتایی که جدیدن زدم به اسم سولفایر که یه سبک سوپر ترپ و دارک ترپ داره رو باز بکنم و بهتون میگم که اصلا چجوری شد که این بیتو ساختم. سلام و درود به همه برای بچه خفن استدیو آکورد. حال مالتون چطوره بچه‌ها؟ توی این ویدیو یکی از بیتایی که جدیدن زدم و یه سبک سوپر ترپ و دارک ترپ داره رو پروژهش رو میخوام براتون باز بکنم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره که کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید. بریم براش. بچه‌ها تمپویی که برای این پروژه استفاده کردم 165 گامش هم بی مینوره. این پروژه از اونجا شروع شدش که منم جوری داشتم آمنیسفیر رو بالا پایین میکردم و به یه صدا خوردم. این صدا خیلی صدای خفنیه حاجی. بالا پایین کردم، یه انگولکش کردم و اینا، این ملودی رو از توش در آوردم. اولش میخواستم یه ترپ مثلا ساوت ساید تایپ بندازم، ولی دیدم میخوره یه ذره عجیب غریب ترش بکنم، میدونی میطلبید این ملودی همچین چیزی. گفتم که بیام یه چیز بامزه تر روش بچاقم. اونجوری دیگه زیاد بیت زدم خدایی. اومدم لیرش کردم با این صدا و این صدا. یه ایت سوپر ترپ هم روش آوردم. بوم. اینو که روش آوردم گفتم آجی خودشه، داری راهو درست میری. یه قسمت ازش رو بذارم. ببینید کیکاش به این صورته. اسنیرش به این صورته. های هتش هم خیلی مریضه. یه بار درامز خالیشو براتون پلی کنم با 808. سرزرباش اومدم یه صدای شات اسلحه گذاشتم، با حالش کرده، بهش میخوره، به فضای بیت میخوره. و اینکه یه سری اکسنت هم آوردم، مثلا این و این چیه؟ آره این هم یه اکسنت دیگه شه. بعضی جاها هم براش اسنیر رول گذاشتم، مثلا از قسمت کورس میخواد بره توی ورس جدید یه اسنیر رول داره. این قسمت دوم ورس هم وقتی میخواد بره یه اسنیر رول داره. کلا سعیم هم بر این بودش که بیت ساده و بیت بگیری باشه و دقیقا هم همین شد. میبینی حرکت عجیب غریبی روش نزدم، خیلی پیچیدش نکردم قضیه رو، ولی بیت باحالی شده. برای کورسش هم درامزو حذف کردم، همون ملودی اصلی میره روش، یه افکت میاد روی ملودی اصلی، یه ذره های کات کردم و یه افکت تیپ
روش انداختم، یه افکت اینجوری صدا رو میلرزونه. ببینید با سایماتیکس مموری این افکت رو دادم. ببین یه ذرم های کات کردم که اون تغییر رو بهش بدم. نمیخواستم کلشی دست باشه، کلشی تکراری باشه. یه دونه ملودی هم اینجا اضافه کردم. اسنر رول و ورس جدید. اوپن هتش هم دقت بکنید 2 تا میزنه. اوپن هتا آخریه یه دونه میزنه ولی اسلاید میشه میاد روی نوتای پایین تر. این قسمت اولش هم یه افکت طوفان و رعد و برق و این انداختم، دارکش کرده. تا اینجای ویدیو رو که دیدی به نظرت کدوم آرتیست روی این بیت میتونه خیلی خفن بشه؟ از چت جی پی تی پرسیدم، گفتش علی سورنا. گفت علی سورنا روی این خیلی باحال میشه. همچین نظری داشت. شما نظرتون چیه؟ بریم سراغ میکسرمون. روی ملودی اصلی یه ذره مید رنجش رو کنترل کردم. اون قسمت کورسش که این سایماتیکس مموری میاد یه ذره زیادی واید بود، خب، و میرفت توی قسمت آنتی فیس. یه ذره 30% با ریلی کمش کردم. با سوف 2 یه ذره رزونانساشو کنترل کردم چون چیز میکرد، اذیت کننده بود. یه ذره دوباره با EQ میدشو کنترل کردم. توی قسمت کورس ریورب بهش دادم و کیکم و روش ساید چین کردم. وقتی که کیک میکوبه یه کوچول میره پایین. روی این صدا حرکت خاصی نکردم، یه EQ انداختم. روی پیانوه هم همینطور. فقط این صداش خیلی تو مخ بود، اینو از بین بردم. ببین خاموشش میکنم، میبینی قشنگ رزونانسه این صدا. اینو از توش حس کردم. فقط روی 808 هم EQ انداختم یه ذره که با کیکم چیز نداشته باشه، تداخل نداشته باشه. یه ذره هم لوشو کم کردم و کیکم هم روش ساید چین کردم. روی کیکم EQ انداختم یه ذره لوشو کات کردم. یه دونه کمپرسور انداختم یه ذره کمپرسش کردم و همین دیگه. بیشتر مستر کردم موزیکو. میدونی اونقدر میکس نیاز نداشت. صداهایی که استفاده کرده بودم خوب بودش. توی EQ تونال بالانس اون رنگی که میخواستم بهم گفتش این قسمت یه ذره باید بوست بشه، این قسمت باید یه ذره کات بشه. کاراشو کردم تو اینجا. و توی اوزون هم یه ذره لو کات کردم، یه کوچولو یه ذره های و بوست کردم. این قسمتی که با پرو کیو کم کرده بودم تو اینجا هم یه ذره کم کردم. با ایمپکت یه ذره طول صداها رو کنترل کردم. با ایمیجر قسمت 150 هرتز به قبل و مونوتر کردم، یه ذره بسته ترش کردم و همینجوری یه کوچولو رفته رو به کیلو هرتز که رفتم یه ذره صدا رو وایت کردم، ولی نه خیلی دیگه. مثلا این قسمت 7 کیلو هرتز به بعد و اومدم مثلا 24% وایت کردم. با کلیریتی یه ذره شفافیت دادم. با استابلایزر شیپ بهش دادم یه ذره. این 2 تا داینامیکی کیو هم برای اسنیرم یه ذره داینامیک بهش دادم که موقعی که اسنیر میزنی یه کوچولو بره پایین.
با مکسیمایزرم که لودنس کارم آوردم بالاتر. اینجا با صاف کلیپر روی لو 15% صاف کلیپر بهش دادم یه ذره صدا رو بیاره بالاتر. بیشترم تونستم بیارم ولی نمیخواستم دیگه خیلی لودنسم بیاد بالا، میدونی از دارک بودن کار به نظرم کم میکرد. این کارو برای مستر نهایی با وکاله، میدونی چی میگم. و همین دیگه. در آخرم که یه دونه سچوریشن دادم، قسمت مید و های فرکانسیمو یه ذره کلین تیوب بهش دادم. در آخرم که لیمیتر و تماسک. اینم بچه اومده بودید پرسیده بودید داستانش چیه و اینا. من اومدم چند تا آنالایزر مختلف رو آوردم توی پچر. توی همه پروژه ها من مثلا نیو بزنم یه پروژه جدید باز بکنم، این تمپلیت باز میشه که این پچر هست. ویو کندی که همین پایینه. این همیشه هست توی همه پروژه‌ام. با اینم که خیلی بهم کمک میکنه. خیلی آنالایزر دیگه. این سایت 2 هست، با این LUFS همو چک میکنم و یولین لاتنس متر هم که دیگه با اینم چک میکنم، با همه اینا چک میکنم، فقط با یه دونه چک نمیکنم. دمتون گرم بچه که تا اینجای ویدیو رو دیدین، خیلی عشقین. اگه ویدیو رو دوست داشتید یه لایک بندازید برای داداش که این همه داره زحمت میکشه و داره براتون ویدیوهای باحال جمع میکنه. حلالتون باشه، دوستتون دارم، برید درسته.